یه روز اسرائیل میره پیش مردی داشته قهوه درست میکرده. میگه که من اسرائیلم و یه لیستی هم رو به من دادن، باید جون این چند نفره بگیرم، اولیش تویی. مرد میگه که حالا بیا قهوه با هم بخوریم بعدا جون ما رو بگیر. اسرائیل میگه باشه. مرد دو سود قرص خواب تو این قهوه اسرائیل میریزه، اسرائیل میخوره خوابش میبره. مرد زود برمیداره اسم خودش خط میزنه مینویسه نفر آخر. اسرائیل که از خواب بیدار میشه میگه دست درد نکنه، عجب قهوه بود. حالا به پاس این خدمتی که من کردی من نفر آخر شروع میکنم. اینه که میگن سرنوشت رو نمیشه عوض کرد، باید به بعضی چیزا تن در داد. مثلا میگن کلاغ و توتی هر دوتاشون زشت آفریده شدن. توتی را پیش خدا شکایت کرد، خدا شکلش عوض کرد و عروبال رنگی بهش داد و اینا، ولی کلاغ نرفت، گفت خدایا رضام به رضای تو. الان امروزه میبینی همه توتی ها تو قفصن، کلاغ ها آزادن. اینه که میگن آنچه نصیب است همان میرسد، گر نستانی به ستم میرسه. باید آدم رضا باشه به رضای خدا.